زندان هیچ وقت قرار نبوده جای دوست داشتنی و قشنگی باشه، اما بعضی از زندان‌ها هستن که انگار یه گوشه از جهنمن. از زندان‌های پر از شورش و زد و خورد و تجاوز بگیر تا اونایی که زندانیاش موقع خواب زیر دست پا خفه میشن یا فقط یه وعده در طول روز بهشون غذا میرسه، اونم توی کشوری که شما اصلا فکرش هم نمی‌کنی اینقدر اوضاعشون میخواد خراب باشه. امروز می‌خوایم بریم با هم 9 تا از ترسناک‌ترین زندان‌های جهان رو با هم ببینیم، مخصوصا آخری که حتی تصورش هم ترسناک و مو به تن آدم سیخ میشه. پس بی معطلی لایکو بزنید تا شروع کنیم. ساب هم فراموش نکنید که تنها راه حمایت از ما همینه. شماره 9 کمپ 22 کره شمالی. این زندان بزرگترین مرکز شکنجه و تست سلاح‌های شیمیایی روی انسان هاست، جایی که بیش از 30,000 نفر از مخالفای حکومت کره شمالی اونجا نگهداری میشن. تمام افرادی که میان این زندان حکم حبس ابد دارن و دیگه هیچ وقت رنگ آزادی رو نخواهند دید. جالب‌تر هم این که تا همین چند سال پیش این زندان حتی روی نقشه گوگل هم نبود و حتی بعد از اینکه روی نقشه اومد مقامات کره شمالی وجودش رو انکار می‌کردن. این زندان بیشتر از 1000 تا نگهبان داره که همشون به اسلحه جنگی و سگ نگهبان دسترسی دارن. دور تا دور کمپ 22 هم با 4 لایه حصار برقی و سیم خاردار مجهز شده تا کسی نتونه ازش فرار کنه. جالبه بدونید که جمعیت این زندان 30 سال پیش حدود 50,000 نفر بود که از این تعداد بیشترشون مسیحی بودن، چون مسیحیت تو این زمان جرم بوده. یه بخش بزرگی دیگه هم زندانیا مخالفای حزب حاکم و جاسوسای کشورهای دیگه بودن که احتمالاً تا سرحد مرگ لطف کردن شکنجهشون دادن و با استفاده از سموم شیمیایی به چوخ رفتن. شماره 8 زندان باریوس السالوادور. کشور السالوادور به خاطر داشتن 2 تا گروه مافیایی بزرگ که بودجه و تسلیحاتشون با دولت این کشور برابری میکنه، همیشه زنداناش پره و دولت این کشور هم روزانه بالای 15 نفر رو به صورت رسمی اعدام میکنه. زندان باریوس مخوفترین زندان این کشوری که به خاطر گنجایش کم و تعداد زیاد زندانیاش به جای ساختن سلول‌های جدید اونها رو توی قفس‌های بزرگ حیونا میندازن و در طول روز هم فقط یه وعده غذا بهشون میدن که اونم معمولا سیب زمینی و برنج. جالبه که توی گزارشات زندانبان‌های ارشدشون اومده که به خاطر امنیت نداشتن قفس‌ها و احتمال فرار زندانیا از قدم زدن و گشت‌زنی توی محوطه زندان به شدت میترسن و معمولا توی گروه‌های چند نفری میرن گشت‌زنی. شماره 7 زندان لاسانته فرانسه زیبا. فرانسه مخصوص عشاق یک زندان داره که فقط گنجایشش 500 نفره، اما از 24 سال پیش تا الان حدود 2000 نفر اونجا چپوندن و زندانی شدن، 4 برابر عدد ظرفیتش. عجیب‌تر این که مساحت هر سلولش هم 2:1، یعنی از یه اتاق کوچیک هم کوچیک‌تره. 4 نفر هم تو این سلولا هستن. چند سال پیش هم یه فردی به اسم ژان لوک برونر که مدیر یه مجموعه مد و لباس بود توی این زندان دست به خودکشی زد و توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که شرایط زندان غیر قابل تحمل بوده. به خاطر همین خودکشی کرده و ترجیح داده بمیره تا اینکه بازم تو اون سلول بخواد زندگی کنه، اونم وقتی که چند ماه تا آزادیش بیشتر نمونده. زندان شماره 6 کاراندیروی برزیل. دوستان این زندان یکی از مخوفترین و بدترین زندان‌های تاریخه، جایی که توش 2 برابر ظرفیت 4000 نفریش زندانی نگه می‌دارن. تقریبا 30 سال پیش بود که یک شورش تو این زندان راه افتاد و مدیر زندان دستور داد تا همه شورشی‌ها رو به گلوله ببندن و اون روز بیشتر از چند 10 نفر تو اون زندان کشته شدن. البته جالبه که رئیس زندان که این دستور داده بود خودش تقریبا 10 سال بعد وقتی که بازنشسته شد توی خیابونای برزیل به ضرب چند تا گلوله کشته شد و قاتلا دقیقاً همون گروهی بودن که اعضای سابقشون توی اون زندان کشته شدن و با این کار از رئیس زندان انتقام گرفت. از روی داستان این زندان هم یه فیلم به اسم کاراندیرو ساخته شده که میتونید توی اینترنت ببینید و حالشو ببرید. در ضمن بیماری هم توی این زندان بیداد میکنه. طبق گزارش‌های وزارت بهداشت برزیل از هر 5 نفر یه نفر توی این زندان مبتلا به ایدز. این زندان چند سال بعد به خاطر اتفاقات شومی هم که افتاد کاملا تعطیل شد. زندان شماره 5 زندان ولادیمیر روسیه است. این زندان به خاطر رفتار سختگیرانه و شاید وحشیانه ماموراش خیلی معروف شد، جایی که بیشتر زندانیاش قاچاقچی‌ها و قاتلا هستن. عجیب‌تر این که از تفریحات زندانبانا اینه که زندانی‌ها رو توی سلول میندازن و مجبورشون میکنن همدیگر تا سرحد مرگ کتک بزنن و بعضی وقتا ماجرا از اینم بدتر میشه و تا یه زندانی اون یکی رو نکشه خودش حق زنده بیرون اومدن از اون سلول رو نداره. عموما هم کسایی که به این زندان منتقل میشن یا قرار تا آخر عمرشون زندان باشن یا خیلی هم دیگه تا اعدامشون باقی نمونده. زندان شماره 4 جزیره ریکرز آمریکاست. این جزیره یکی از بدنام‌ترین زندان‌های دنیاست. بیشتر از 10,000 نفر هم تو این زندان حبسن و زندانبانا اونا رو مجبور به درگیری با هم میکنن تا بتونن روی برد و باختشون شرط بندی کنن. سالانه بیش از 50 نفر تو این زندان کشته میشن، اما جالبه که این آمار در مقایسه با زندان‌های دیگه آمریکا شوخی به حساب میاد.
آمریکا کمتر از 5% جمعیت دنیا رو هم داره، اما 50% تمام زندانی جهان توی آمریکا زندانی شدن. به خاطر همین هم دولت آمریکا نمیتونه خرج و مخارج جمعه رو بده و خیلی از زندان‌های آمریکا شرایط داغونی دارن. مثلا توی این زندان ریکرز روزانه 2 وعده غذا به هر زندانی میرسه و هر زندانی فقط به اندازه یه بطری آب معدنی حق داره آب بخوره. مدت زمان استفاده از دستشویی هم 3 دقیقه، اونم فقط برای 2 بار در روزه، چون آب دستشویی بیشتر از این عدد قطع میشه و زندانی‌ها باید تا فرداش بوی بد دستشویی رو تحمل کنن. زندان شماره 3 زندان بانگوانگ تایلند. اصلا این تایلند با همه دلانگیز نمیاد همچین زندان خطرناکی داشته باشه. 10% زندانی‌های بانگوانگ محکوم به اعدامند، به خاطر همین تمام روز دست و پاشون بسته است. هدفشون هم اینه که با طرفی کاری کنن که خودش آرزوی مرگ کنه. کمترین مجازات افرادی هم که به این زندان میان 25 سال حبس و زیر این عدد اصلا تو این زندان وجود نداره. در طول تمام روز هم فقط 1 وعده غذا بهشون داده میشه که اونم برنج و سبزیجاته و به خاطر همین بیشتر زندانیای این زندان از سوء تغذیه رنج میبرن. به خاطر اینم که بیشتر از ظرفیت زندانی بهش وارد شده، خیلی از زندانی‌ها اصلا جای خواب ندارن و شب باید بدون لباس توی حیاط زندان برن بخوابن. سالانه هم بیشتر از 10 نفر توی این زندان از سرما یا گرمای بیش از حد موقع خواب میمیرن. اما جالبه بدونید که تا حالا 3 نفر تونستن از این زندان فرار کنن و هیچ وقت هم گیر نیافتادن. اونا کیا بودن؟ طرفدارای سریال فرار از زندان اگه اینجا لایک کنین ببینیم چند نفریم. شماره 2 زندان کونتونوی بنینه. بنین یک کشور خیلی کوچیک توی آفریقاست که به خاطر فقر دولت نمیتونه هزینه نگهداری از زندانی‌ها رو بده. به خاطر همین توی یه زندان 400 نفری بیشتر 2400 نفر رو نگه می‌داره که قاطیشون زن و بچه هم هست. واسه همینم آمار تجاوز و تعرض جنسی توی این زندان 3 برابر زندان‌های دیگه است. به خاطر نبود جای خواب توی این زندان هم خوابیدن نوبتی شد و هم سالانه چند ده نفر به خاطر خفه شدن زیر دست و پای بقیه تو خواب کشته میشن. اما جالبه که دولت بنین بیشتر از 30 ساله که این شرایط رو میبینه و هیچ کاری نمیکنه، جو دست به خالی وایساده. عجیب تر این که خیلی از زندانیای اینجا هم جرمای سبکی دارن اما به خاطر ضعف سیستم قضایی کشورشون مجبورن از سالها توی صف بمونن تا محاکمه بشن، اونم کنار خلافکاری بزرگ و قاتلا. زندانیای این زندان حموم هم ندارن و 2 هفته یه بار میتونن از آب چاه برای شستن بدنشون استفاده کنن. و اما زندان شماره 1 زندان دلفین سیاه روسیه. این زندان مخوفترین زندان کل روسیه و شاید جهانه، جایی که بیشتر از 700 تا مجرم از سر دنیا توش نگهداری میشن. اما دلیل مخوف بودن این زندان خود زندانیاش. زندانی‌ها اینجا بدترین جرم‌ها رو مرتکب شدن و بی‌رحمانه‌ترین کارها رو انجام دادن. از تجاوز و آزار و اذیت جنسی و زن و بچه‌ها بگیر تا قتل و قاچاق اعضای بدن و دیگه هر چیزی که فکرشو کنی. هر زندانی هم به طور متوسط تو این زندان مرتکب 4 تا قتل شده. زندانی هم که تازه به این زندان میان برای 1 ماه تمام طول روز چش و دهنشون بسته است و فقط موقع غذا خوردن حق دارن دهنشون رو باز کنن. همیشه هم به یه نفر دیگه زنجیر میشن تا فرار براشون سخت باشه. البته این روش عجیب هم جواب دادن و تا حالا هیچ کس نتونسته از این زندان فرار کنه و تمام کسایی که قصد فرار از این زندان رو داشتن یا برگشتن به زندان یا کشته شدن. جالبه که این سری از کشورها به روسیه پول میده تا زندانی خیلی خاصشون رو تو این زندان براشون نگهداری کنه. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و یه دانستنی عجیب به دانستنی‌های عجیب پیشینتون اضافه شده باشه. حالا اگه فکر می‌کنید اطلاعات عمومیتون خیلی بالاست، اسم معروف‌ترین زندان ایران این زیر بنویسید و اگه ویدیو این مدلی هم دوست دارید یه قلب کامنت کنید تا تعداد ویدیو این شکلی رو ما بیشتر کنیم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه که تنها راه برای بهتر شدن محتوامونه. این 2 تا ویدیو رو هم اگه دوست داشتید نگاه کنید، چون جفتشون رو خودمون ساختیم و مثل همه ویدیوها جذابن. مراقب خودتون باشید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.